آفتاب الله ساخته، قدرت خدا نشان. از این خاطر وقتی که اگه درباره آفتاب فکر کنی، والله بسیار ساینس‌دانا فکر کردن چقدر خوبه این تو یک آفتاب باشه، یک بخاری به کل مملکت بس کنه. آفتاب چی است؟ یک بخاری است که به کل مملکت بس میکنه نمیکنه. خب نخواستن خارجی‌ها بسیاری جای کشورهای اروپایی اینا بسیار سرد هستن، نخواستن یک بخاری بسازن که کل خانه ها را هر قدر زور زدن نشان. به خاطر ازی که وقت سنجش کردن که در یک دقیقه امی خود آفتاب چندین هزار تن مواد محروقات نیاز داره و این مواد محروقاتی از کجا میشه و کی حفظ میکنه و چطور حرارت از حفظ میشه. اگر امریکا مثلا همون یک آفتابک بسازه چت امریکا کمی خطا خورد بسته واشنگتن دی سی را در میتن. آل اول ساخته نمیتونه، باز دوم رو نگاه کرده نمیتونه. این حاله اینو نگاه کسایی کردین در وجود از این فابریکی خون است یا نیست؟ هست؟ امروز کل دنیای از خاطر خون تکه تکه هست. در چهارراه موتر استاد میکنه که علاوه این خون بده علاوه فلانی تو شده شد. صحیح است؟ چرا یک فابریکه خون ساخته نمیتونه؟ و امید طفل که وقتی که دیمی خردسالی خود است در وجود چند فابریکه هست؟ فابریکه خونسازی داره نداره؟ خب یک فابریکه شاوکه چالو میخوری صبح لکس 5 لیتر خون در وجودت است. رحمت الله هست نیست؟ و این تعودوا نعمت الله اگر نعمت از این عبادت فکری بکن. سبحان الله، او ذاتی که برای ما قلب داده و در داخل استخوان خون تولید میشه نمیشه؟ خب وقتی که مغز استخوان تو خون تولید میکنه، مغز استخوان از این خون تولید میکنه نمیکنه؟ پس فابریکه داره نداره؟ یک فابریکه گوشتسازی است یا نیست؟ کمکاش که کیک بمبم وارد شده فابریکه گوشتسازی داره نداره؟ خب است نیست؟ این دیگه فابریکه، این دیگه نعمت الله هست نیست؟ در وجود از این فابریکه استخوانسازی هست یا نیست؟ هست نیست؟ روز به روز استخواناش رشد میکنه نمیکنه؟ این همه در وجود یک انسان فابریکه ناخونسازی بگو یکی، فابریکه گوشت سازی بگو دیگه، فابریکه استخوانسازی 3، فابریکه موی سازی بروتکای تبر آمدن، یعنی این مویایش بر آمدن 3 فابریکه موی سازی 4، این فابریکه زود تولید میکنه مویایش دراز میشه. این فابریکه هر دوش یک جای نزدیک است نیست؟ این چرا طرف؟ این دیگه فابریکه هست نیست؟ پس فابریکه موی سازی هست نیست؟ خب فابریکه چندین چشمه هان چی در عالم است در آدم است، در دارش یک چشمه است یا نیست؟ او دارت شیرین است یا شور؟ او که میخوری شیرین مزه میته یا شور؟ صحیح نه شیرین است نه شور. که نمک شور میشه، که بوره رحمت خداوند است. اگر شور می بود بوره میخوردی، بوره باز دادانت کلچه نمکی وارو مزه میداد. صحیح اما نه شور است نه شیرین. اما در گوشش چشمه آب تلخ است نیست؟ اگه بینی خدا فش کنه دیام یک نل است یا نیست؟ هست نیست؟ پس هر کدام از چی هستن؟ نل های هستن، چشمه های هستن که در وجود یک انسان خالق متعال او را چی کرده؟ جا به جا کرده. اگر بیایم سهل بکنیم بگیم که اینمی ابرو را بر چی پیدا کرده؟ بر نمود؟ هم بر نمود است و هم ناوه هست برای عرقهای بامبش. یگان وقت از سرت عرق می سرت هم قرمه بوی، وقتی که تو میای اگر این کلش در چشم بیای چشم چی میشه؟ از بین میره. پس این ناوه هست ایره چی میکنن؟ این طرف میره، این ناوه دیگه ایره چی میکنن؟ این طرف میبرن. اگر احیانا کدام قطره آب آمد این موجه ها پس این آب نمیگذاره که در داخل کجا بره؟ در داخل چشم بره. چرا چشم از این در اینجا نبوده که در اینجا میبوده؟ اینجا چرا در این چقوری هست؟ به خاطر ازی که هر کدام وقت سرش تکر کنه و تو نشه که اگر چشمش اینجا باشه تو میگی والا اگر چشم اینجا خوبه، اگر بی در یک دفعه سرت تکر میگی سرت میترکه، لکن چند روز بعد خوب میشه. اما اگر چشم در اینجا باشه از بین میره خوب. پس او ذاتی که چشم در اوت یک چقوری برات خلق کرده
چرا در داخل چشم چشمه آب شور است؟ به خاطر از که آب شور آنتی بیوتیک داره، ضد میکروب است. از این خاطر میکروب هایی که اگه کدام تا در چشم تو میای، یا خاک یا گرد یا توسط آب یا کدام عرق، این فورا آنتی بیوتیکی را از بین میبره. اون ذاتی که چشم تو را به این شکل خلق کرده، در این چخوری را خلق کرده، بر از این آب 24 ساعته نه، امی ریموت کنترل آب در کجا هست؟ این چشم تو آب 24 ساعت داره نداره؟ چرا آبش نمیریزه؟ این حال اگر در هر قسمت اعضای بدن انسان، اگر بینی انسان طرف بالا می بود، چی نقص پیدا میکرد؟ مثلا پرخانه بینی طرف آسمان می بود. یک وقت میامدی که دان تا رو باران بود، کل هوا آمد دادم باران نه، کل چی میره؟ پایین میره. صحیح؟ این حال سبحان الله. همین کارتنا رو هم که سعی کنید قسمی میماننی عکس گلاس است که این کارتن این قسم نمان چیکو این قسم بان به خاطر از اینکه خب این حال وقتی که یک مخلوق خداوند دربارش سعی کنین درباره ازی تفکر بکنین، این عبادت چی است؟ عبادت فکری هست. اگر دست مثلا قاط میشه، نه قاط میشه نمیشه؟ ها؟ اگر دستش قاط نمیشد در چی مشکل گرفتار بودی؟ نان خوردن تمام روز مادر و برادر میگفتی عزیزم یک لقمه نان مردم، دیگه زار یک دفعه قارش میامد اینا قدر صاحب شوله سرخ میگرزید دور چخ میگه در میفتی. اما حال هست هیچ دقیقه کسی خودت لقمه که میگیری جور میکنی دادان داخل میگیری. صحیح نه؟ انگشتایت اگر انگشتایت قسمی نبود لپتاپ چطور کار میکردی؟ را چی کند؟ از خاطر شاعر چی میگه؟ میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ پس این حال وقتی که انسان با معرفت، با فهم، با عبادت فکری خالق متعال عبادت میکنه، ای که در اعضای بدن خود فکر میکنه. یعنی حداقل در خانه که رفتین یگان روز برای 1 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه همین کمپل داریتان کش کنین ببین اگر من چشم نمی داشتم سر من چی مشکلات می اومد. باز او وقتی که تو عبادت واقعا اگر قلب ما برین یک روز شفاخانه قلبی و ببینید کسایی که تکلیف قلبی دارن به چی وضعیت قرار دارن و تو نورمال زندگیت است. کدام روز شکر قلبت کردی؟ کدام روز شکر چشمت کردی؟ کدام روز شکر گوشایت کردی؟ کدام روز شکر معده‌ت کردی؟ کدام روز شکر گرده‌ت کردی؟ این امیال یک انسان در بعضی از بازارهای خارج کسایی که قاچاق اعضای بدن میکنن باور بکنین یک انسان با 5 میلیون الی 10 میلیون دلار فروخته میشه. چشمش علایده، گردهش علایده، معدهش علایده، قلبش علایده، جهاز هضمیش، جهاز تنفسیش، تمام اعضای بدن ازی کلش قیمت داره و الله سبحانه و تعالی 10 میلیون دلار اعضای بدن تو را برای تو رایگان در خدمتت گذاشته. و عبادت فکری نمی است که درباره نعمتهای الله، ابر، باد از خود برای به جهان فکر بکنی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. ابر خدمتگار تو است، باران میبارن، باد القا میکنن بین ای درخت، ابر و باد، مهتاب، خورشید، آفتاب، کل از اینا در کار هستن تا که تو یک لقمه نان اینم یک توته نان را که تو میخوری، یک پارچه نان 2.5 روپیه میخری و این را میخوری. در بین ازی به میلیون ها مخلوق الله کار کرد. یکی بی دوتانی یک عکس رنگه را که تو سیل میکنید، اینجا دکتر صاحب سلیمان می بود، استاد کوثر صاحب هم این گپا را خوب میفهمه، شما پرسانش کنین یا از دکتر صاحب سلیمان یا از استاد کوثر که یک عکس رنگه را وقتی که یک انسان میبینه چقدر از سلول ها که مخلوقات الله هستن دی کار میکنه تا فرق بین یک تصویر رنگی این تصویر رنگه را و با اون تصویر دیگه اون رنگ را با این رنگ تفکیک بکنی تنها در چشم تو.
این حال میلیون ها مخلوق روزانه در خدمت تو هستن تا تو حداقل تنفس بکنی. اگر جهاز تنفسی رو سرش کار بکنی و مثلا جهاز تنفسی رو یک عالم بری و بگوی جهاز تنفسی رو بر من معرفی بگو که معرفی بکنن ایران. از این خاطر باز او وقت باز تو 2 رکعت نماز میخونی با بسیار شوق، با بسیار محبت، با بسیار علاقمندی به طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اونجا میفهمی که واقعا اینمی به منفعت ما بوده است.